هرگز فراموش نکرد که بی توحید قلب صالح نیست. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه. هرگز قلب صالح نمیشه. فلا صلاح للقلوب، برای قلب صالح شدن وجود ندارد تا همان زمانی که در قلب انسان معرفت الله، شناخت الله، بزرگی الله، محبت الله، ترس الله، هیبت الله، امید الله، توکل بر الله جای نگیرد. قلبی که در اون قلب شناخت الله جای نگرفته است، عظمت الله سبحانه و تعالی جای نگرفته است، محبتش و ترسش و هیبت و امید و توکلش، این قلب صالح نیست، این قلب صالح نشده است. و تمتلئ من ذلك، تا زمانی که به ان همین چیزها که اولینش معرفت الله، شناخت الله، فهمیدید؟ الله همه شناسی، بعد از این که الله شناختی، بعد از این همین قلب تو را مجبور میکرد که رسولش شناسی، دینش شناسی. یعنی اولین زینه اصلاح قلب شناخت الله. آیا معرفت الله بدون علم به وجود میاد؟ تو باید یک اندک علم داشته باشی از اخبار که رسول الله صلی الله علیه و از جانب الله. و هذا هو حقیقت التوحید و هو معنى لا اله الا الله. انا همین است حقیقت توحید، انا همین است معنای لا اله الا الله.